عبدالرحیم یعقوبов 15 سال دارد و 6 سال اینجانب در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 ناهی باباجان غفورов با نمود ورزش المپی بوکس مشغول است. سال روان با عبدالرحیم میسر گردید که در چمپیونات آسیا اشتراک نموده سزاوار جای نمایان گردد. من یعقوبov عبدالرحیم 15 ساله می باشم. طول 7 سال در این نمودی ورزشی بوکس مشق کرده و در کشور دبی رفته جای اول را اشغال کردم. در آنجا 27 دولت وجود داشت. من یکمین رقیب من از که شهر کویت بود. من آن را با حساب 5-0 شکست دادم و دومی سپهری که من از شهر بحرین بود و او را هم 5-0 شکست داده. و فینالیست سپهری که من از کشور قزاقستان بود و او را شکست داده جای اول را اشغال نمودم و در آینده میخواهم در بازی‌های المپی و در بازی‌های جهانی bayrak تاجیکستان را بالا بردارم. در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 ناهی باباجان غفورov واقع در جماعت دیوتی خیستوارز 442 نفر ورزشکاران از روی 13 نمودی ورزش، 10 نمودی آن المپی و 3 نمودی آن غیر المپی مشق و تمرین کرده ایستادند. گشتنگیری، تکواندو، بوکس، والیبال، ورزش سبک یکی از نمودهای اساسی ورزش محسوب می‌یابد که توجه جوانان به آن زیاد است. مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 کوشش به خرج داده ایستاده است که در قلمرو ناهی باباجان غفورov نمایندگی خود را باز کرده جوانان را هرچی بیشتر به ورزش جلب نماید. مکتب ورزشی نه فقط در حدود جماعت خیستوارز، اینچنین در جماعت یووا، در ناحیه حیدر عثمان جماعت اونجا کار و فعالیت خود را برده ایستاده است که می‌خواهیم در تمام حدود ناحیه همه ورزشکاران به ورزش جلب نماییم. ساکنان ناحیه نورستان، کلان سالان به ورزش بسیارتر ما جلب نماییم. مقصد اساسی ما در آن است. نتیجه در 2019 نتیجه مکتب ورزشی بلند می باشد که در مسابقه های ولایتی جمهوری و بین‌المللی اشتراک نموده پرچم جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی بلند برداشتند. شهباز حسنов 24 سال دارد و زیاده از 6 سال اینجانب با ورزش سبک مشغول است. نام برده در مسابقه های گوناگون از جمله جمهوری و بین الخلقی اشتراک نموده است. عین زمان 14 نفر شاگردانش را به مسابقه ها آماده می نماید. همین سال من دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان با نام سید مومن رحیمی را تمام کردم. حالا در مؤسسه دولتی مکتب ورزشی رقم 2 را فعالیت داشته ایستادم. نمود ورزش سبک شاگردان هستند، 14 نفر شاگردان هستند. از همین شاگردان 2 نفرش جمهوری برآمده جای اول را اشغال کرد. ماندگی 12 نفرش ولایتی و ناحیوی جایزه دار شد. با کمک مقامات اجرایی حکومت دولتی ناهی باباجان غفورov برای بینای علاوگی تالار ورزشی کارهای ساختمانی آغاز گردیده است. میدان فوتبالی مؤسسه از ماه سپتامبر سال 2016 اینجانب فعالیت برده ایستاده است. میدان فوتبال برای 7000 جای نشست مقرر گردیده در آن برابر مسابقه های ورزشی چاره‌بینی های گوناگون سیاسی و فرهنگی برگزار می‌گردد.